رالیا لطفاً ویدیو رو رد کنید بره. نواس مردی از جنس ایمان، بی‌نظیر بود. مارسلو موفرفری دوست داشتنی، هیچ کس از این بدش نمیاد. و پپه دفاع نبود، این بشر صخره بود. ال کاپیتانو راموس تایم دوست داشتنی و دنی کارواخال وفادار و عاشق تیم. کاسیمیرو هم معروف به تانک برزیلی، واقعا دوست داشتنی بود، عجب شوتایی میزد. مودریچ این روزا داره 40 ساله میشه، جادوگر محبوب میانه زمین. تونی کروس مهندس آلمانی، لایک یادت نره رفیق. گرت بیل هم شاهزاده ولزی، هیچ وقت به حقش نرسید. به به کریم بنزما حاجی خودمون. کریستیانو رونالدو رو شما بگید. دلتون برای اون روزا تنگ نشده؟ یادش بخیر.